الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. هر یک و یک شما را به فرارسی عید سعید فطر بار دیگر تبریک می نمایم. این روزها بر شما مبارک باشد. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله سبحانه و تعالی از ما و شما عملهای صالح انجام داده امان را قبول و مقبول بنماید. برادرانم و خواهران عزیزم، امروز روز عید است، روز خرسندی است، روز شادی، روز فرح، روز ضیافت، روز تبسم، روز مهربانی، روز هدیه دادن به دوستان است که همه اینها را ان شاء الله سبحانه و تعالی انجام میدهیم. پس در امروز خرسندی بکنید. دین ما دین خرسندی است. دین ما دین خرسندی است. در آیات قرآن، در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یگان جا اشنا آمده است که مسلمان باید غمگین باشد. در یگان جا اشنا آمده است که مسلمان گریان بگردد. نه، بلکه آمده است که مسلمان باید خرسند بگردد. مسلمان باید همیشه از غمگینی دور باشد. حتی دعاهای را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما تعلیم داده اند، آموزانیده اند که ما را از غمگینی بیرون می کند، از اندوه بیرون می کند به خوشحالی و خوشنودی. بارک الله فیکم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که غمگین می شدند زود 2 رکعت نماز می خواندند تا که خوشنود شوند، از غمگینی برآیند. غمگین می شدند دعا می خواندند تا که از غمگینی برآیند. پس این دلالت میکند که دین ما دین خوشنودی است. اما ببینید که این عید چگونه باز خوشحالی ما را، خوشنودی ما را، خوشبختی ما را دوچند می افزاید. پس ما مسلمان ها 2 عید داریم، عید فطر و عید اضحی، عید قربانی. در همین 2 عید ما باید 100% عید را انجام بدیم. انتظار این 2 عید باشیم. در 2 عید خوشبختی کنیم، خوشنودی کنیم، در خانه های برادرها ضیافت ها کنیم، نشینیم، کودک ها را خرسند بکنیم، هدیه ها دهیم، ضیافت ها تشکیل بکنیم و البته مبلغ های را هم صرف کنیم برای زیبا گذرانیدن این عید. خوشنود باشیم، کارها را ترک بکنیم، شغل ها را ترک بکنیم. انمین عید کردن است. انمین عید کردن است. بارک الله فیکم. حتی در عید زنها می توانند، خیلی که در حلقه های گذشته بعضی از صحبت ها بیان کردیم که زنها می توانند دوف یا طبل بزنند. پس برادرانم و خواهران عزیزم، ما وقتی که این 2 عید را خوب دقت دادیم، با تمام زیباگی هایش جشن گرفتیم، عید کردیم، پس به ما هیچ حاجت نمیماند که دیگر عیدها را جشن میکنیم. عید ینوری کفار، عیدی که سال نوی این نصارا هست و امروز یهود هم جشن میگیرد. عید سال نوی مجوسی که این نوروز است، این عید مشرکین است، عید شرکی هست. یا عید میلادی هم عید شرکی و میلادی هست. یا عید استقلالیت و وطن، یا که عید و عیدها. تمام این عیدها را ما ترک میکنیم، رد میکنیم. ما حاجت به این عیدهای کفار و ساخته مشرکین نداریم. ما باید الولا و البرا را عملا اجرا بکنیم. همین نسبت عید هم الولا و البرا وجود دارد. الولا دوستی کردن با مسلمین، الولا محبت و دوستی و رفاقت و کمک و خرسندی با دین و با مسلمین. یعنی روز عید الولا باید بکنیم. الولا را عمل کردن در روز این چی است؟ در روز عید خرسند باشیم، روز عید را جشن بگیریم، در روز عید عید بکنیم، در روز عید با مسلمین باشیم، در روز عید به قدر استطاعت توانی حرکت بکنیم که همیشه، یعنی در این روز و روزهای یکچند روز دیگر بعد از این روز می توانید که اینچنین 1 روز 2 روز دیگر عید را همچون بوی عید چکنید جشن بگیرید. پس برادرانم، این ولا است، این دوستداری دین است.
جشن گرفتن این عید به درجه عالی، به درجه کامل، به درجه خرسندی به نهایت خوب، انمین دوستداری دین است، انمین پیرو شدن به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. در این روز هدیه دادن، این روز را ما باید به فرزندانمون تعلیم بدیم که روز عید است. اما براءت در این روز چگونه است؟ ما وقتی که این روز رو عید میگیریم، الولا را به جا آوردیم، خود به خود البرا را باید به خود اعتقاداً جای بدهیم. براءت همین است که عید غیر مسلمان ها را جشن نگیریم، صف کفار را زیاد نشان ندیم، عید اونها را همراه اونها جشن نگیریم، در گرد و اطراف اینها نگردیم، در گرد و اطراف جشن عید اونها نگردیم. ما باید عید خودمون را جشن گیریم و عید کفار را ترک بکنیم. عید کفار همین عیدی چه خیلی که گفتیم، غیر همین دو عید، عید فطر همین روز، عید اضحی بعد از 2 ماه 10 روز که می آید، عید قربانی، غیر از همین دو عید دیگه تمام عید را رد کردن، انکار کردن، جشن نگرفتن، به همین روزها خرسند نشدن، این روزها را عید نگفتن، همین براءت است، همین تقاضا و طلب کلمت لا اله الا الله است، همین طلبات توحید است. اما هر کسی که عید مسلمان ها را هم جشن میگیرد، فطر هم عید است، قربان هم عید است، عید این میلادی کفار هم عید است، براش عید نوروز مجوس ها هم عید است، عید استقلالیت هم عید است، عید شیطان ها هم عید است، عیدش زیاد است. پس این الولا و البرا ندارد، این انسان توحید ندارد، یا که توحیدش ضعیف است، یا اصلا توحید ندارد، نمیفهمد توحید چیست، نمیفهمد، یا که توحید دارد هم توحیدش به نهایت ضعیف است، به نهایت ضعیف است. شاید توحیدش به سبب جشن گرفتن همین عیدهای کفار، به سبب دوستداری عیدهای کفار باید شاید نابود شود، شاید مشرک شود. شاید که علما گفتند از ابو حنیفه و شاگردانشون، مالک شاگردانشون، احمد شاگردانشون، امام شافعی شاگردانشون، همه عیدهای کفار را رد کردند. انمین است مقصد شریعت. مقصد شریعت این که وقتی گفت عید خودت را جشن گیر، دو عید و عید کفار را جشن گیر، مقصدش این است که انمین طلبات دین است، انمین خواست الله است، انمین سخن خواست رسول الله است، انمین الولا و البرا است، انمین تقاضای کلمه لا اله الا الله است، انمین توحید است، انمین زنده کردن دین است. پس باید دینت را زنده کنی، انمین عمل است، انمین موحد شدن است. اما یک انسان بی غیرت شود، در نزد اون عید مسلمین و عید کفار فرق نداشته باشد. خیلی که امروز اهل بدعت رو میبینی که سبحان الله در عید مجوسا هم رقص و بازی کرده میگردد، اینها از توحید خبر ندارد، بوی ندارد. پس ای مسلمان، ای خواهرم و برادرم، خودت و فرزندانت را تربیه به این عید بکن، در این روز نصیحت بکن، در این عید به فرزندانت و ای طالب علم به جماعتت، به شاگردانت، هر کس به هر کس بگوید که برادرانم و خواهرانم، ما 2 عید داریم، اولینش همین روز است، دومینش روز قربان است، والله بالله تالله دیگر عید نداریم، دیگر عیدی که جشن گرفته شود نداریم. بله روز جمعه روز عید است، اما عید صغرا است که ما حتی در روز جمعه یکدیگر رو تبریک کردن حق نداریم، بدعت است. روز جمعه مبارک باد، روز جمعه مبارک شود گفتن هم این بدعت است، چرا که عید روز جمعه مثل این عیدها نیست. پس برادرم و خواهر عزیزم، انا همین رو ما باید هر روز بدانیم و از جشن گرفتن عید کفار، از یاد کردن عید کفار، از همراه شدن در عید کفار خودداری بکنیم، براءت رو اعلام بکنیم. انمین توحید است، انمین زنده کردن توحید است، انمین عمل کردن به توحید است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که تمام عبادت های ما و شما را، از قیام و رکوع و سجود، از روزه و از عبادت و تلاوت، از ذکر و از تمام عمل ها، از ما و شما الله سبحانه و تعالی قبول کرده باشد، از ما راضی بشود. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.